اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین، هنگامی که اهل مکه، مشرکان سرسختی که مکه محمد از خاندانش بیرون کردند، از وطن محبوبش بیرون کردند، فقط همراهی یکی از دوستاش ابوبکر بود. نه لباس پوشیده بود که او تیرناگذار باشد، نه ماشین مرسدس داشت که تیرناگذار باشد، نه تانک های وزنی داشت، نه سمالیات های فانتوم، نه محافظای مسلح با یراق های نو. وقتی که محمد از شهر مکه برآمد، فقط یک نفر شخصی همراه برآمد. در همه حالت خدا او را محافظت کرد، در همه حالت خدا او را یاردم کرد. مگر امروز در غزوه تبوک یاری نمیکند؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. اونها دو نفر بودند، یکی محمد بود صلوات ربی و سلامه علیه، یکی یار او، صاحب او، حبیب او، مونس او، عاشق او ابوبکر بود. اذ هما فی الغار، هر دو رسول خدا و عاشق جمال او و شیفته محمدی ابوبکر هر دو در غار بودند. مشرکان مکه مسلحان اونها اطراف غار پیچانیدند. ابوبکر با آواز پست اشک چشم میریخت، کتفای زیبای ابوبکر میلرزید. پیغمبر خدا مانند کوهی که هرگیز نمی جنبد آرام بود، با یاد خدا بود، در مکاشفه و تجلیات الهی غرق بود. ناگاه لرزیدن کتفای ابوبکر پیغمبر خدا را به هوش آورد. دید ابوبکر می نالد، ابوبکر اشکی چشم می ریزد. ابوبکر برای چی گریه؟ آب دیده برای چیست؟ ابوبکر گوید یا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمیه، اگر یکی اونها سرخم کند به پیش پای خود نظر کند، ما را میبیند در این غار. مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم، پیش از آغاز صحبت اولا یکایک شما را به این ماه مبارک، ماه مولد خجسته آفتاب تابان رسالت و خصوصا این روز جمعه، بهترین روزهای هفته، تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار برای یکایک شما و خاندان شما عمر دراز و تن صحت و پیروی قرآن و سنت خواهانم و عاجزانه دعا میکنم که قدم هایی که از راه های دور و نزدیک برای آمدن این مدرسه محمدی و برای شنیدن کلام خدا و برای شنیدن سیرت و تاریخ پیغمبر بزرگوار به این مدرسه محمدی تشریف نمودید، اجر جزیل و ثواب بزرگ برای شما عطا فرماید. آمین. جمعه گذشته که ما مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدرسه محمدی شما عزیزان پیشواز گرفته بودیم و قرائت مولود هم در اینجا شده بود
موضوع صحبت من یکی از لحظه های حیات این پیغمبر بزرگوار، این آفتاب تابان رسالت، این صاحب قرآن، این صاحب تاج و صاحب معراج و صاحب براق، هجرت او از مکه مکرمه به مدینه منوره بود و ما از سبب آنکه از سبب آنکه وقت نگنجانید و این لحظه های خیلی حساس از حیات این پیغمبر بزرگوار با شما بیان کردیم و با آنجا آمده رسیده بودیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صاحب خود ابوبکر در غار بودند و مسلحان قریش اطراف غار پیچانیده گرفتند. با این صحبت ما در آنجا به پایان رسید و وعده کردیم که ادامه آن را انشاءالله در جمعه آینده با شما عزیزان بیان می‌سازم. الحمدلله که این ساعت به من دست داد و الان با شما عزیزان در این خانه خدا از بالای این منبری پیغمبر بزرگوار روبرو هستم و امید دارم که این لحظه های چنده که با شما هستم خدا به من مهلت می‌دهد که این وعده دادگی خود با شما وفا کنم. الحمد لله رب العالمين يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. پروردگارا در این روز مبارک، در این روزی که موضوع صحبت ما بهترین بندگان توست، افضلترین انبیاء توست، در این لحظه هایی که نزول رحمت است، از تو عاجزانه دعا میکنم که گناه های ما را آمرزیده گردان. خدایا هر غم و اندوهی که بر بالای ما و بر بالای امت اسلام است، خدایا این غم ها را برطرف گردان. پروردگارا کلفت و مشقتی که امروز برادران عزیز اسلامی ما در عراق و در فلسطین از دست دشمنان تو کشیده ایستادند، خدایا اونها را از این کلفت و بلا خلاص گردان. خدایا مکر و حیله این دشمنان بر ضد خودشان گردان. پروردگارا غائبای ما را در کجایی که نباشند در پناه عصمتت نگه دار و بعد از انجام سفر و خدمت سلامت به خاندانشان باز گردان. پروردگارا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و گذشتگان ما را خدایا رحمت نما. خدایا این بندگان تو و این عاشقان مدرسه محمدی، چی جوان و چی پیر، چی طفلکان خرسان و چی خواهرای عزیز اسلامی ما، به هر مراد و مقصودی که به این خانه تو تشریف آوردند، خدایا حاجت های اونها را برآورده گردان و هر مقصودی که داشته باشند خدایا به مقصودشان رسان.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. این آیه ها از سوره مبارکه توبه است. بعد از 9 سال هجرت، بعد از آن که پیغمبر بزرگوار از مکه مکرمه در مدینه منوره قرار گرفتند و اولین دولت اسلامی خود برقرار کردند و اولین بار در تاریخ جامعه بشری لوای لا اله الا الله محمد رسول الله را برافراختند. بعد از 9 سال در یکی از غزوه‌های خیلی سخت و مشکل پیغمبر بزرگوار در آن شرکت نموده بود، غزوه تبوک، از سبب گرمی هوا و از سبب نارساهای زندگی بعضی از صحابگان از اشتراک کردن در این غزوه سستی کردند. پروردگار برای تسلی دل حبیبش و برای سرزنش کردن بندگان موحدش این آیه مبارکه را فرستاد. قرآن میگوید، صاحب قرآن و بندگانش میگوید الا تنصروه، ای بندگان خدا اگر امروز حبیب من محمد شما یاری ندهید و همراه او در این غزوه سخت شرکت نکنید، محمد احتیاجی به شما ندارد، زیرا که محمد صاحب دارد، محمد حافظ دارد، محمد نگهبان دارد که فقط نصروه. او خدا پیشترک از این در خیلی حالتهای سخت و وزبین یاری کرده بود. الا تنصروه فقد نصره الله. پیشتر از این در حالی که محمد تنها بود، کسی را مسلح نداشت، کسی لشکر نداشت، در او حالت تنهایی خدا او را محافظت کرد.
فقد نصره الله. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هنگامی که اهل مکه مشرکان سرسختی که مکه محمد از خاندانش بیرون کردند، از وطن محبوبش بیرون کردند، فقط همراهی یکی از دوستاش ابوبکر بود. نه لباس پوشیده بود که او تیرناگذار باشد، نه ماشین مرسدس داشت که تیرناگذار باشد، نه تانک های وزین داشت، نه سمالیات های فانتوم، نه محافظای مسلح با یراق های نو. وقتی که محمد از شهر مکه برآمد، فقط یک نفر شخص که همراه برآمد، در همه حالت خدا او را محافظت کرد، در همه حالت خدا او را یاردم کرد. مگر امروز در غزوه تبوک یاری نمیکند؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اونها دو نفر بودند، یکی محمد بود صلوات ربی و سلامه علیه، یکی یار او، صاحب او، حبیب او، مونس او، عاشق او ابوبکر بود. اذ هما فی الغار، هر دو رسول خدا و عاشق جمال او و شیفته محمدی ابوبکر هر دو در غار بودند. مشرکان مکه مسلحان اونها اطراف غار پیچانیدند. ابوبکر با آواز پست اشک چشم میریخت، کتفای زیبای ابوبکر میلرزید. پیغمبر خدا مانند کوهی که هرگز نمی جنبد آرام بود، با یاد خدا بود، در مکاشفه و تجلیات الهی غرق بود. ناگاه لرزیدن کتفای ابوبکر پیغمبر خدا را به هوش آورد. دید ابوبکر می نالد، ابوبکر اشکی چشم می ریزد. ابوبکر برای چی گریه؟ آب دیده برای چیست؟ ابوبکر گوید یا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمیه، اگر یکی اونها سرخم کند به پیش پای خود نظر کند، ما را میبیند در این غار. یا رسول الله این انا قتلت و انا رجل من قریش، اگر من کشته شوم باکی ندارد، من یک مردی است، بندگان خدا هستم. اما شما اگر خدای نکرده کشته شوید، دیگر انسانیت هرگز راه خداشناسی را نمی‌یابد. این چراغ درخشان اگر خاموش شود، خدای نکرده دیگر کسی او را نمیتواند از نو درخشان سازد. پیغمبر خدا گفتند ابوبکر لا تحزن ان الله معنا، آخر تو غم نخور، آخر تو اشک نریز، اما تنها نیستیم، همراه ما پروردگار است، همراه ما خدایی که دل این کافرها هم در تصرف اوست، ما تنها نیستیم. تو غم مخور، تو اشک نریز، ما تنها نیستیم، همراه ما الله است، همراه ما ذات است که نگهدارنده این آسمان ها به ستون است، الله است. لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سکینته علیه، پروردگار آرامش در دل ابوبکر نازل گردانید و ابوبکر این ترس و واهمه که داشت همه را فراموش کرد و با یاد خدا و با تلاوت کلام خدا مشغول شد.
مشرکان مکه بعد از آن که ناامید شدند، دیدن که در غار کسی نیست، دیدن که در لب غار درخت رویده است و تارتنک خانه کرده است و کبوتر تخم هم گذاشته است. این حدیث امام احمد است، حضرت روایت میکنند. گمان کردن که در این غار کسی نیست. در بعض روایات آمده است مصلح میگوید در دهان غار پیدا شد. وقتی که مشرکان مصلح اطراف غار نزدیک شدند، او میگد با سواری اسب ندا کرد که در این غار کسی نیست، آن کسی که شما جستجوی او رو دارید در دیگر جاست. نه بعض روایت هستین خدا به حقیقت او داناست. با این مسلحای قریش پراکنده شدند، به راهها و به کوهها و به غارهای دیگر رفتند. رسول اکرم همراهی ابوبکر صدیق 3 روز در غار ایستادند. در این 3 روز کی پیغمبر خدا را با غذا تأمین کرد؟ در این 3 روز کی خبرهای شهر مکه را به اینها می آورد؟ عزیزان من توجه کنید. در این مدت 3 روزه که رسول خدا در غار بود، حضرت اسما دختر ابوبکر در گرمای روز وقتی که مکه آرام می گرفت، همه به خانه های خود می در آمدن از شدت گرما. جای سلقین اسما فردوش خود در کلوار غذاهای طعام آماده می کرد برای رسول اکرم و پدر بزرگوارش به غار ثور می رفت. مورخا میگن، خواهرای عزیز، مادرای اسلامی، من به شما خطاب میکنم که اسما دختر ابوبکر مانند شما بود و در کدام حالت در او گرمای قهراتون بر دوش خود غذا میگرفت و به غار ثور میبرامد. مورخا میگویند که اسما حامله دار بود، 9 ماه حامله دار بود. با وجود این در این گرما محبت خدا و رسول او را به سوی غار میبرد. نه از گرما میترسید، نه از حامله داری خودش میترسید، نه از سنگهایی که در راه بود میترسید. با وجود حامله داری 3 روز در گرمای روز پیغمبر بزرگوار با همراه پدر شد با غذا تأمین کرد. این از محبت، این از جانفدایی زنهای زمان رسول اکرم به پیغمبر بزرگوار. اونها اون تو مادر بودند، برای همین دنیا در عبدالله ابن زبیر دادند. خدایا مادرای ما را، خواهرای ما را در دلاشان محبت خدا و رسول پیدا گردان، مانند که در دل اسما دختر ابوبکر این محبت پیدا کردی. شبانه عبدالله ابن ابی بکر که پسر حضرت ابوبکر بود، بعد از شام تاریکی میشد، واقعه ها و گفتگوهایی که مشرکای مکه در مکه داشتند اونها را یک یک میشنید و بعد از تاریک شدنی راه به سوی غار ثور میرفت و شب واقعه ها را به پیغمبر خدا و حضرت ابوبکر میگفت و باز پیش از صبح گشت به مکه می آمد. یعنی به اصطلاح امروزه گوییم چکیست و رزویچی که پیغمبر خدا حضرت عبدالله ابن ابوبکر بود در این لحظه ها، و با غذا تأمین کننده او حضرت اسما بود و راه پنهان کننده برای اونها حضرت عامر ابن فحیره بود که این مولای حضرت ابوبکر بود. بعد از برآمدن عبدالله از غار که او ریگ بود و بعد پی پا نشیند گوسفندها را حی میکرد به راههایی که
عبدالله رفته بود پی پای او نابود میشد. 3 روز در غار، این آفتاب تابان رسالت، در او غار که نکرپه بود، در آن غار که نراحت بود نشستند. این آزارها و این رنج محنتها برای کی بود؟ برای خاطر امت بود، برای خاطر دعوت بود، برای خاطر سعادت انسانیت بود. حضرت عایشه مادر ما روایت میکند، این حدیث امام بخاری است، میگوید استأجر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر رجلا من بني الديل وكان هاديا خريتا فأعتياه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 وارتحل معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل. رواه البخاري. رسول اکرم همراه ابوبکر پیش از آن که به غار برآیند، مرد راست قبیله بنی دیل که به نام عبدالله ابن ارقید که در تاریخ اسلام مشهور است، اجاره گرفتند، قرار کردند، به اصطلاح امروزه گوییم، و هر دو اشتر خود به او دارند و گفتند که صبح روز سوم، این روز یکشنبه، نزد غار ثور می آیی، ما را از اینجا می گیری و براه ببرایی. او را در این سفر خیلی پول کلام وعده کرده بودند و البته این خراجات راه هم از حساب حضرت ابوبکر صدیق بود. عایشه میگه که او مرد خیلی دانا و راهشناس بود و راههای از مکه به سوی مدینه می رفتگی را خوب می دانست، راههای بی‌طرف و بی‌خوف هم. بنابر صبح روزی یکشنبه بود یا دوشنبه، والله اعلم. مورخان میگن سید حوا هم در کتاب فقه سیرش هم میگوید که آن روز 20 ماه ایول بود، روز یکشنبه سال 622 میلادی. وقت صبح بود که این راه نشانده همراه اشترها آمد نزد غار. پیغمبر خدا برآمدند، همراه ابوبکر هر دو در یک اشتر نشستند و عامر ابن فهیره که مولای ابوبکر بود همراه این مرد راه نشانده در اشتر دیگر نشستند. هر دو براه برآمدند، براهی بی‌طرف. ساحل مراد از این شارحای حدیث میگن لبی بحر نه، این نام موضعی است، با همون که راه یک طرفه تر بود، بی خوف بود، با همون راه به سوی مدینه روان شدند. خیلی راه رفتند، آفتاب گرم شد. رسول اکرم گفتن زیر سایه درختی که میدم گیریم. اشترها را باز داشتند، زیر سایه دم گرفتند. پیغمبر خدا ناگهان روی خود به سوی شهر مکه گرداندند. به اختیار اشکهای چشم، به اختیار اشک چشم او مانند دردانه ها ریختن گرفت. به مکه خطاب کردند، والله یا مکه تو. این لحظه های خیر خوش بود، لحظه های وداع با وطن عزیز پیغمبر خدا بود. والله یا مکه تو
إني لأعلم أنك أحب أرض الله إليه لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. گفتن ای شهر مکه، قسم به خدا که من میدانم تو محبوب ترین زمین های الهی هستی، تو محبوب ترین شهرهای خدا به خدا هستی. من اینو میدانم، من هیچگاه نمیخواستم از تو جدا شوم. اگر این مشرکا، این کافرا من مجبور از اینجا بیرون نمیکردن، من هیچگاه از تو جای دیگر نمیرفتم. آره، رسول اکرم مکه را دوست می‌داشت، زیرا که در آنجا تولد شده بود، زیرا که در باد و هوای وی نشو و نما یافته بودند، زیرا که در اینجا خانه‌ای که ابراهیم خلیل خدا ساخته بود وجود داشت. این قطره‌های اشک که از چشمای زیبای محمد می‌ریخت و این کلماتی که از زبان محمد از دل پردرد او برآمد، مگر خدای محمد، مگر آفریدگار آسمان زمین بے پروا گذاشت؟ در عرش الهی تلاطم به وجود آمد. پروردگار جبرئیل امین فریاد کرد، سفارش داد که ای جبریل زود به حبیب من در رس و این مژده را به او رسان. مژده چی بود؟ این خوشخبر چی بود؟ مژده آیه از سوره قصص بود که بلبلای قرآن تا قیامت او را تلاوت میکنند. این مژده برای حبیب خدا بود، این تسلی برای حبیب خدا بود. جبرئیل امین در رسید، آلا اشکی چشم پیغمبر خدا خشک نشده بود که جبرئیل امین این آیه کلمه را از نزد پروردگار خود آورد. بسم الله الرحمن الرحیم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. پروردگار گفت ای حبیبی من، امان خدایی که به تو قرآن را فرستاد و همون خدایی که با تو سفارشی تبلیغ رسالت کرد، همون خدایی که به تو سفارش داد که احکام قرآن به بندگانش رساند، لرادک الی معاد، البته باز تو را با سری بلند به این وطن باز میگرداند. تو برای این غمگین نشو. قل رب اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. به اینها بگو خدای من میداند که راه کدام ما راه درست است، راه من و راه پیروان من یا راه شما ای مشرکا و ای یهودیای بدبخت. خدا خود میداند. رسول اکرم این آیه رو تلاوت میکردند و در دل خود این بشارت الهی را با خرسندی پیشواز گرفتند. بعد از آن براه برآمدند. آره عزیزان من، بعد از 10 سال بود که رسول اکرم با سری بلند با یاران خود باز به سوی مکه، به این شهر مقدس فاتحانه داخل شد. وقتی که رسول اکرم مکی مکرمه را
با لشکریان خود احاطه کرده گرفتند. وقتی که پیغمبر خدا بالای اشتر با تلاوت سوره اینا فتحنا آب دیده ریزان داخل میشد که از تواضع سر مبارک بالای زین اشتر می رسید، اطراف خانه کعبه دور میزد، با عصای خود بتها را می افتاند و این مشرکانی که مسلح شده برای کشتن او کمر بسته بودند، همه با ترس و هراس در خانه های خود در صحن بیت الله دست پشت بر ایستاده بودند که محمد چی جزا میدهد ما را. رسول اکرم بعد از طواف خانه کعبه 7 بار گفتند لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. امروز من شما را سرزنش نمی کنم، خدا شما را مغفرت کند، شما را خدا هدایت کند. از سبب نادانی شما اون کارها را کردید. کدام اونها را آزار نداد، کدام اونها را حبس نفرمود، کدام اونها را حکم قتل نداد. این است عدالت اسلام، این است عدالت الهی، این است عدالت قرآن، این است عدالت پیغمبری. الله. اما امروز کافرای پرقوت اگر دولت‌های ضعیفه در تصرف خود درآرند، حبسخانه ها رو پر میکنند، زندان ها رو پر میکنند، جای نفس کشی نمیموند. باز به نام دموکراسی دنیا داد میزنند، باز به نام آزادی شرم نداشته از منبرهای بلند صدا میکنند. کوچه های عراق پر از جسد هاست، قبرستان های عراق دیگر جای دفن کردن ندارد، خانه های فلسطینی ها به خاک یکسان شد ایستاده است، طفلکای به فلسطینی ها بی پدر و بی مادر در کوچه ها سرسان حیرانند. باز دموکراسی میگویند، باز آزادی انسان میگویند. عدالت اسلام رو ببینه، عدالت کفر ببینه، چشماتان کشایی. عزیزان من، لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. من شما را سرزنش نمیکنم، همه شما آزاد هستید، همه شما در اختیار خود هستید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 8 روز در این راه به سوی مدینه آمدند. من یکی از لحظه های این سفر با شما عزیزان بیان میکنم. روز سوم بود، والله اعلم. آفتاب گرم شد، در راه یک خانه، یک خیمه دیدند. رسول اکرم گفتند در این خیمه دم گیریم، شاید کسی باشد ما را در این خانه نگاه دارد و از او غذای برای خود خریم، اینه سودا کنیم، بعد از آن فردا براه براییم. وقتی که نزدیک خیمه آمدند، در خیمه یک خانم، یک پیرزنی تنها بود، دیگر کسی نبود. ابوبکر صدیق پیشتر آمد، گفت مادر، ما میخواهیم برای ما کمی شیر و کمی گوشت بریانتی. او خانم، او پیرزن، او مادر در تاریخ اسلام به نام امی معبد مشهور است که نامش عاتکه بود. او خیلی عیال مهمان دوستدار بود. وقتی که چهره زیبای ابوبکر دید و از پس او رسول خدا را دید که مانند ماه بارین رخساره زیبای او جلوه می‌دهد، بعد از سلام کردن گفت جان من فدای شما باد، خانه من خانه شماست. اگر من گوش می داشتم، اگر من شیر می داشتم، من به پول شما رو مهمانداری می کردم. جان من فدای شما، اما چیزی ندارم. اون سال خیلی سال قحطی بود، از سبب بیبارانی نه اشترهاش نه گوسفنداش شیر نداشتن.
من خود خجالت هستم که شما رو نمیتونم مهمانداری کنم. رسول اکرم نگاه کردن که در پشت خیمه یک سالق که خیلی خراب و لاغر است خواب است. گفتن مادر، گفتن به من اجازت میدی همون سالق من خود جوشم؟ شاید پیستان او شیر داشته باشد. این مادر تبسم کردن گفتن ای جوانای زیبا، گفتن از سبب به حرکتی و کم حالی او رو ما از گوسفند نگاه داشتیم، اون نه شیر دارد و نه راه رفته میتونه. رسول اکرم گفتن به ما اجازت که اجازت گفتن. حضرت رفتن پیش گوسفند، با دست مبارک پشت او رو دستمال کردن که گوسفند از جاش خیست. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم بارک لها فی زرعها، خدایا به این مال در پستانش برکت عطا فرما، و بارک لها فی لبنها، خدایا پستان او رو پرشیر گردان. حضرت دست مبارک در پستان سالق زده بودن که سالق پستانش کلان شدن، گریه پاهاش کشاد شد. این معجزه میگوید عزیزان من. گفتم مادر به ما یک ظرف بیاد من شیر جوشم. ظرف آوردن، حضرت شیر جوشیدن، ظرف پر شد. اول به خودی پیرزن دادن، مادر گفتن تو بنوش، شاید از سحر تو چیزی ننوشیده باشی. باز نوشیدن، خودشان دیگرها را نوشاندن، باز نوشیدن، ظرف پر شد. گفتم مادر اینو به خانمون، شوهر در صحرا بیاد او بنوشن. تازه بعد از دمگیری حضرت خیر خوش کردن و براه برآمدن. در روایتی که علامه زمخشری در تاریخ ربیع الابرار خود آورده است، از زبان خواهرزادی این خانم یعنی عاتکه این روایت میکند، میگد رسول اکرم بعد از آن که شیر نوشیدن که دم گرفتن استراحت کردند در همون خیمه همون خانم. بعد از آن که از خواب بیدار شدن، ابوبکر گفتن آب بیار، من دهان خود آبگردان کنم. ابوبکر آب آورد، پیغمبر خدا دهان مبارک آبگردان کردند. بیرون خیمه یک درخت خار بود، آب دهانی مبارک خود در همون بیخ درخت خار انداختند. این میگوید والله وقتی که این مهمان ها رفتن، فردا صبح از خواب خیستیم، همون درخت خار مبدل با یک درخت کلانه شده که برگه های سبز، میوه های مانندی سیب بارین کلام کلام میوه کردن. این در نور الابصار هم هست، در تاریخ ربیع الابرار هم این هست. همون گوسفندی که رسول اکرم شیرش جوشیدن با دستان مبارک، میگوید تمام خاندانی عاتکه را با شیر تامین میکرد، هم صبح می نوشیدن هم شب می نوشیدن. 18 سال بعد روایت کمتر، در سال خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ثانی این گوسفند بعد بود. میگوید از میوه او درخت ما میخوردیم، حتی برگ او را برای شفا استفاده میبردیم. این خانم با سعادت آیا اسلام آورد یا نه؟ عزیزان من میخوام اینو بیان کنم، زیرا که چند شما باز اینو میپرسید روز از من. وقتی که رسول خدا رفتن، شبانه شوهر او از صحرا آمد با همراه مالهای خرابی خود. دید که خانه که همسرش در او بود آزاده است و یک ظرف پر از شیری سرد تلخی. حیران شد، گفت خانم آخر هر روز من می آمدم این حالت نبود، این شیر من خود نمی آبم، تو از کجای نیافتی؟ خانمش مگد گفت ای فلانی نام شوهرش گرفت، امروز به خانه ما چند نفر شخص مهمان شد و 2 نفر او چنان زیبا بودند
چی زبان شیرین داشتند، چی با برکت بودند که پروردگار با طفیل اونها این مال ما را، این گوسفند ما را سیرشیر کرد. هم خود اونها نوشیدن و هم من، هم با برای تو ذخیره کردن. ابو معبد میگد گفت همون دو آدم به من صفت شکن چگونه هستن اونها. وقتی که خانمش به اون صفتی رسول اکرم بیان کرد، چهرهاشان صفت کرد و سخنهای شیرینشان گفت والله این هذا محمد صاحب قریشی. و مجرد این شنا گفت که والله قسم به خدا این همون محمد است که قریشی ها برای سری وای 100 اشتر وعده کردن مکافات. این همون پیغمبر خداست، این همون شخص است که دعوای پیغمبری داره. افسوس که کاش که من می بودم و ایشان خدمت میکردم. آره، وقتی که رسول اکرم در مدینه منوره قرار گرفتند، این پیرزن همراه شوهری ناتوان خود به مدینه آمد، به رسول خدا بیعت کرد و به ایمان و اسلام مشرف شدند. الحمدلله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه بودند، روز 4 بود. سراقه میگوید، اینم حدیث امام بخاری است، سراقه میگوید همراهی قومای محلی خود نشسته بودم، آفتاب گرم بود، صحبت میکردیم. شخصی از بیابان آمد، شتابان، گفت که الان من در پایان در ساحل 2 اشتر سواره را دیدم که رفته ایستادی‌اند. من گمان میکنم که همون محمد و ابوبکر هستیم. تمامی قبیله ها برای آنکه از این مکافات میگیریم 100 اشتر صاحب میشویم گفته در جستجو بودند. سراقه میگوید دانستم که اینها محمد و رفیقای محمد است. بنابر برای خاطر اینها را فریب دادن به او شخص گفتم نه، اون 2 کسی شما میگویی الان از نزد من رفتند، اونها اشترکاوها هستند، اشتراشان گم کردند، برای اشترکاوی رفتند. یعنی مقصد سراقه اینها را فریب کند و خودش رود محمد قفت صاحب 200 اشتر شود. 100 اشتر برای جناب پیغمبر، 100 اشتر برای ابوبکر. این سراقه به خبر بود که او محمد پاسبان دارد، محمد محافظ دارد، محمد تلخ دارد. از این به خبر بود. اگر چند لحظه گذشت، اینها که آرام شدند به خانه‌اش رفت، اسبی تیزده داشت، سوار شد، یرقهای خود گرفت و از همون راهی که او شخص گفته بود روانه شد. این در نورالیقین هم هست، شاید طالب علم خواندگی هستند. وقتی که نزدیک شدن گرفت، غبار اسب او، این پایی که اسب میزد از زیر پاش سمهاش غبار می برآمد، بلند شدن گرفت. اسبش پیش پای خور غلطید، باز از جاش خیست، باز سوار شد و باز اسب دوان، باز پیش پای خورد و باز غلطید. حضرت ابوبکر صدیق نگاه کردن که غبار بلند شد ایستاده، از سواره دوان آمد ایستاده، به طاقت شدن. گفتن یا رسول الله، ما را طلبکارها آمده ایستادی‌اند. رسول اکرم پروا نداشتن، قرآن میخواندن. برداشتن به سوی آسمان و گفتن اللهم اکفه عنا بما شئت. خدایا اینه به هر طرزی که میخواهی از ما نگه دار. این بود یراق رسول اکرم، این بود گرانتمیات پیغمبر خدا، این بود سمالیات بمب انداز رسول اکرم. اللهم اکفه عنا بما شئت. خدایا این بنده تا از ما نگه دار به هر طرزی که خودت میخواهی. این دعا از زبان پیغمبر برآمده بود که هر 4 پاو دست اسب زمین فرو رفت، زمین فرو رفت.
سراقه دانست که این دعای محمد است، دانست که من به محمد رسیده نمیتونم، فریاد کرد که یا محمد من خلاص کن، والله من به تو زیان نمیرسانم. در که زمین فرو بردی من خلاص کن، و فریاد من رس، من به تو زیان نمیرسانم، من با امکانیت داشته باشم شما را یاردم میکنم. صداش به گوش پیغمبر خدا رسید. حضرت دعا کردن اللهم این کان صادقا فاطلق فرسه. خدایا اگر سراقه صادقانه خالصانه دعا این طلب از من کرده باشد، خدایا اسب او را خلاص گردان از زمین. اسب با یک حمله از جاش خیست، راه برآمد. رسول اکرم ایستادند، سراقه آمد. بعد از سلام و آخری با رسول اکرم توشه و لباس خودش پیشکش کرد که شما در راه دور میروید، همراه گیرید. پیغمبر خدا نه، به ما چیزی شما حاجت نیست. گفتند فقط خواهش من از امین است شما که همین خبری ما رو پنهان دارید، به کسی نگوید که ما از این راه رفته ایستادیم. خوب در اینجا باز حادثه های دیگری هم شد، حسب بیان که وقتی ما کم موندی ایستاده است نمیتونم بیان کنم. به هر حال این سراقه هم بعد از آن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز ایمان آوردند. پیغمبر خدا آوازش به مدینه آمد. اهل مدینه، باشندگان مدینه وقتی که شامیدن رسول خدا به راه برآمده است، از صبح می برآمدن بیرون مدینه، راهی که از مکه می آمد. همه مردها مسلح با فرزندای خود تا نصف روز منتظر بودند که رسول خدا کی می آید. هر روز حالشان این بود. روز هشتم یا 12 ربیع الاول بود. آفتاب گرم شد، همه به خانه هاشان گشتند ناامید، شاید رسول اکرم فردا می بیاد یا پس فردا. یهودی میگوید برای حاجت بالای تپه برآمد، شاید اشترهاش میکافت. ناگهان دید که از طرفی حوالی یعنی راه مکه دو شتر سوار، دو اشتر بالاش سوار چند نفر آمده ایستادند. گاه در چنگ یعنی آفتاب چیزش نابود میشوند، سرابش باز نمایان میشوند، نزدیک شد ایستادند. این یهودی پی برد که این از همون کسانی که اهل مدینه انتظار اونها هستند. بنابر از همون بالای بلندی فریاد کرد یا بنی قیلة هذا حظكم فخذوه. ای بنی قیله، ای خزرج اوسی ها، از جاتان خیزید، آن کسی که طلبگارش بوده آمده ایستاده است. وقتی که این صدا بلند شد تمام خانه های مدینه به جنبش در آمدند. همه زن و مرد، همه کودکان دوان دوان در گرما پیشواز برآمدند. رسول اکرم نزدیک شدن گرفت. انصاری ها، عاشقان رسول اکرم و مهاجرانی که پیشتر رفته بودند همه پیشواز رسول اکرم برآمدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از واخری به قبا که از مدینه منوره بیرون بود، اول به آنجا رفتند زیرا که راه همون بود و 3 روز در قبا ایستاده و اولین مسجدی که در مدینه منوره ساختند این مسجد قبا بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون مسجد بنا کردند که قرآن او را وصف میکند فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. روز سوم، روز جمعه، رسول اکرم از قبا بازگشتند به سوی مدینه. شواری اشتر نصف روز شد، زوال شد در قبیلی، یعنی بین قبا و بین مدینه بنی گلسوم یا بنی عامر بود. در همونجا رسول اکرم نماز جمعه را خواندند. این جمعه اولی بود که رسول اکرم همراه صحابگان بزرگوارش خواندند.
از آنجا بعد داخلی مدینه شدند. حضرت انس میگوید قسم به خدا میگوید وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدینه منوره آمدند تشریف آوردند، تمام خانه ها در و دیوارهای مدینه میگوید خوشحال بود، نور افشانی میکرد. جوانای مدینه، کنیزکا، سراینده های مدینه پیشواز رسول اکرم ده همون سرودی که ما در مولودها میخوانیم میخواندن پیشواز حضرت ده. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. رسول اکرم پیشوازگیران مدینه منوره در آوردند. هر کسی از انصاری ها لجام اشتری رسول خدا را میگرفت، میگفت یا رسول الله خانی مند فرا، خانی مند مهمان شو. اما حضرت گفتند اشتری من بگذاره، دعوها فانها مأمورة، شما او را بگذاره. گفتند او خود در جایی که قرار گیرد با الهام الهی ما همونجا میفراییم. اشتر میگوید آمد در جایی که الان مسجد رسول اکرم است که خیرمنی خرما خشکونی دو یتیم بود، نزد همان خیرمن دید گشت، دو سه بار پیش شتاب خورد، نزدیک حضرت ابو ایوب انصاری را خانش بعد اشتر خواب رفت. رسول اکرم بعد از اشتر فرا آمدند، گفتند هنا المنزل و انشاءالله، قرارگاه ما. گفتند اینجا بشود. رسول اکرم بارها شب گرفتن به خانه حضرت ابو ایوب انصاری در آوردند. همون خیرمنی که اشتری رسول اکرم در آنجا قرار گرفت، ما گفتیم حق دو یتیم بود. رسول اکرم از وارثای اون دو یتیم خواستند که اینو به ما فروشه. گفتند ما در اینجا گفتند مسجد سازیم. او یتیم ما گفتند ما همین برای خدا به شما دادیم یا رسول الله، همچون هدیه از ما. اما پیغمبر خدا نه، گفتند او رو ما به پول میخریم. نرخ موندن، در بعض روایات 10 طلا قیمت موندن. حضرت ابوبکر صدیق پول او را هم دادند، همون جا را برای خود رسول اکرم به مسجد ساختند. این اولین بنای حکومتی که رسول اکرم بعد از تشکیل حکومت اسلامی ساختند، این همان مسجد رسول اکرم بود که دیوارش از سنگ بود، بالاش از چوب خرما بود، وسعش از برگ خرما بود. آن بود قلعه رسول اکرم، آن بود رزیدنسی رسول اکرم، آن بود مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عزیزان من، در این سفر چگونه که شما شنیدید رفیق و مونس پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق بود. از این سبب افضلین مردم بعد از پیغمبرها ابوبکر صدیق است. امام قرطبی میگوید در تفسیر سوره براءت هر کسی صحابه بودن عمر یا عثمان یا علی را انکار کند کافر نمی شود. او مبتدع است، او ضال است، او فاسق است. اما صحابه بودن و رفیق بودن ابوبکر انکار کند او کافر است، زیرا که او نص قطعی را انکار کرده است. حضرت ابوبکر قرآن صراحتا یار رفیق خدا معرفی میکنه. از این سبب بود که وقتی که بار با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گپاشان گریخت، رسول اکرم شنیدن که عمر حضرت ابوبکر آزار داده است، حضرت فریاد کردند عمر و صحابه های دیگر فریاد کردند در مسجد و گفتند، اینم حدیث امام بخاری است، گفتند هل تارکو لی صاحبی فإن الناس كلهم قالوا كذبت وابو بكر قال صدقت. رواه البخاری. شما گفتند
میمونه همین رفیقی من که آرام استاد، میمونه گفته همین مونسی من ابوبکر که آرام استاد، چون او آزار میدی. آخر وقتی که من کلمه لا اله الا الله را آغاز کردم، همه مردم حتی تو هم عمر بگفتی دروغ میگویی، فقط ابوبکر بود که بگفت راست میگویی. این آزار نتید گفتن. از این سبب افضلینی مردمان بعد از پیغمبران عزیزان من ابوبکر صدیق است. باور کنید ابوبکر انسان است که پروردگار از بالای عرشش به او سلام فرستاد. رسول اکرم نشسته بودند، جبرائیل امین آمد گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام یقرئک السلام و یقول لك. پروردگار به تو سلام میگوید، بعد السلام میگوید که یا محمد اقرئ ابابکر منی السلام، ابوبکر از جانب من سلام گو. خوشا به حالت ابوبکر. و قل له به او بگو ان ربک راض عنک فهل انت راض عن ربک. ابوبکر خدای تو از تو راضی است، آیا تو هم از پروردگار راضی هستی؟ حضرت ابوبکر آبی داشت بیرخ میگفت چگونه من از پروردگار خود راضی نباشم و حالا که همه هستی من، همه کوشش من برای خاطر آن است که خدا از من راضی شود، چگونه من راضی نیستم. این بود ابوبکر. این بود تاریخ هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در این دو درس جمعه با شما عزیزان بیان کردم. اگرچه زبانی پرگناهی من لایق این تاریخ، لایق این بیان، لایق این هجرت رسول اکرم بیانش نبود، اما با وجود گناهگاری، با وجود نالایقی، به قدر دانش خود این منظره را با شما عزیزان بیان کردم. از همه شما خواهان آن دارم که مانند صحابه های رسول اکرم پیغمبر خدا را دوست دارید و هیچ یکی از صحابه های رسول اکرم در دلهاتان ده بغض و کینه پیدا نکنید. مانند که صحابه های رسول اکرم اسلام دوست داشتن، برای اسلام جان فدا بودند، شما هم برای اسلام خود، برای پیغمبر خود، برای محافظت دین او، شریعت او جانباز باشید، جان فدا باشید. جوانای خوب، عاشقان مدرسه محمدی، پروردگارا شما را عمر دراز و تن صحت و پیروی سنت در این دنیا نصیب کند و در آخرت با شفاعت رسول اکرم مای گناهگارم همراه شما داخلی جنت گرداند. آمین یا رب العالمین. عزیزان من یک 2 دقیقه اگر دیرم شود، یک مادری خیلی برای من عزیز است، یک سوال تعجیلی به من روان کرده است، جواب گوید. گفته بیرون جا کشاد است، بیرون صف گرفتن گرفتن. السلام علیکم داملای عزیز، ما مخلصی اسدی شما هستیم، یک گروه زنها از شهر دوشنبه. با چنین سوال به شما مراجعت کردنی هستیم. آیا آدمی که زنده است و قرآن میخواند میتواند برای خودش قرآن را ختم کند؟ خواهر عزیز و مادر مهربان، قرآن خواندن این عبادت است، قرآن خواندن ثواب است. رسول اکرم میگویند که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شهیدا شفیعا. شما قرآن خوانید که قرآن شما را روز قیامت شفاعت میکند، شما را قرآن روز قیامت مرتبه های بلند صاحب میگرداند. خود قرآن خواندن شما عبادت است. هر حرفی که شما میخوانید خواهر عزیز یا مادر عزیز، هر حرفش خدا به شما 10 حسنه میتید. قرآن عظیم و شان عبارت از 340,740 حرف است. مادر عزیز وقتی که شما قرآن ختم میکنه، هر حرف او شما 10 ثواب میگیره. شما تصور کنید چی ثواب بسیار صاحب میشید. بنابر همه خواندنش که شما به خودتان میبخشید، که به دیگر کس میبخشید، این ثواب شما هست. پروردگار شما را از فضل ثواب میدهد چگونه که وعده کرده است، و باز به کسی هدیه هم کنه ثواب او را، به دیگران هم هدیه او را، ثواب او را خدا میرساند. روزه که روزهای دوشنبه و پنجشنبه میگیریم به قرضها داخل میشود یا نه؟ مادر عزیز، برای روزه قرضی یک شرط این است که باید نیت کرد.
روزه قضایی را شرطش همین است که نیت میکنید شما که خدایا فردا من روزه میگیرم از قضایی گذشتم گفته تعیین میکنید و شروط للقضاء والکفاره ان یبیت و یعین. فقها میگویند برای روزه قضایی اولش که پیش از صبح نیت میکنی مادر قیامتی و دیگر اینکه باز معین میکنی که از قضایی گذشته گفتن. بنابراین این روزایی که پنجشنبه و دوشنبه نفل گفته میگیره این نفل حساب است. خوب شما میتونه که امروز پنجشنبه و دوشنبه رو سحر یک پیشتر از صبح خیزید یک پیاله چای نوشید یا چیزی هم که نمی نوشید دانتان آوگردان کنید روزه قضایی گفته نیت کنید پس از قضایی حساب میشه. در آخر به شما عمر دراز و تنی صحت و اهل عائلتان آرامی را خواهانیم. خواهر عزیز شما را پروردگار نگه دارد. السلام علیکم. یک نفر مخلصی شما نورالدین جان، من دیر باز در نزد شما احترامانه از خداوند بزرگ طلب دارم که شما را نگهبان باشد و در پیشگاه پروردگار سربلند باشید. آمین. من 6 نفر پسر دارم. یک پسر کلانی هم بسیار بی توفیق می باشد، به گپم گوش نمی کند. 2 فرزند دارد، نمیدانم من با وی چیکار کنم. دیگرانش الحمدلله با توفیقند. پسری 4 باشد 23 سال می شود که بیمار است. او را خودم خوراک می دهم. وی نه گپ می زند و نمی شیند و نه راه می گردد. این هم باشد خواست خداست و من صدها بار به این راضی هستم و از شما خواهش میکنم که در حق وی دعای کنید. پروردگارا این برادر عزیز فرزند مهربان شفای کامل دید و از قطار او دیگر بیمارایی که در این محلی ما هستند و در تمام جمهوری ما هستند خدایا آنها را شفای کامل عاجل نصیب گرداند. و در آخر از شما سوالی را تعجیلا میپرسم. بعضی وقتا من او را در بغلم گرفته خوراک میدهم اما در بغلم بادش میبراید. در همین مورد طهارت من میشکند یا نه؟ برادر عزیز اسلامی، طهارت شما ویران نمیشود مادامی که اگر رفت و پیشابش نچکد یا یگان افلاسیش اگر نچکد لباس شما به نماز نمیشود. به مجرد بادی برآمدنی او که به اختیار بیچاره و مظلوم است مظلم است این شما را طهارتتان نمیشکندم، لباساتون هم به نماز نمیشود. بنابراین شما میتونه به همون طهارت نمازتان خوانید. اکنون دعا کنیم پروردگار به حرمت این لحظه های اجابت دعا دین مقدس اسلام در روی زمین غالب گرداند و قانون قرآن را خدایا حاکم عالم گردان و بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را در روی زمین الوانجگر گردان. پروردگارا در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما فیض و برکات نازل گردان. فقر و تنگدستی و محتاجر خدای از این جمهوری ما و از این ناحیه ما و از این محلی ما برداشته گردان. پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابتی دعا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و به فرزندان ما را فرزند صالح نصیب و روزی گردان و مسافرای ما را خصوصا مسافرای که الان در وقت آمدن از من طلب دعا کردند که به سوی روسیه می رفتند. پروردگارا اینها را در پناه اسمت نگه دار و در اون مسافرت ها خدای آنها را سلامت بدار. پروردگارا آنها را از شر ظالمان محفوظ بدار و دولتشان رزقشان فراخ گردان و با دست پر با سلامت به خاندانشان بازگردان. خدایا به آنها توفیق عطا فرما که در آنجا از طاعت تو دور نشوند و گرفتار معصیت نگردند. پروردگارا رئیس جمهوری که کفیل آرامش و کفیل صلح و صلاح در این جمهوری است و برای آرامش و برای آزادی و برای صلح و صلاح کوشش ها دارند. پروردگارا تنی صحت و عمر دراز توأم با توفیق بندگی و همت اسلامی نصیب گردان. خدایا تو مقلب القلوبی دلهای همه حاکمان عالم را مائل به اسلام گردان، مائل به پیروی قرآن گردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله عزیزان من جمعه آینده موضوع صحبت من درباره حجاب است، درباره سطر اسلامی است و خواهان آنم که خواهرای عزیز و مادرای که صدای من میشنوید شما بسیارتر در این درس شرکت کنید. شاید از این صحبت من یکی از شما هم، یکی از خواهرای اسلامی ما هم اگر هدایت یا ونو عمل کنند سبب سعادت ما می شود. پروردگار همه شما را نگه دارد.
الحمد لله، الحمد لله المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، وقبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، هم خيرة خلق الله، خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة أفضلهم، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله، وعلى الإمام الهمام عدلهم أمير المؤمنين عمر الفاروق قاهر أعداء الله، وعلى الإمام الهمام أحلمهم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع كلام الله، وعلى الإمام الهمام أشجعهم أمير المؤمنين علي الرضي الوفي ناصر أعداء الله، وعلى الإمامين الهمامين. أيها الناس، مسكين ابن آدم أي مسكين، مسكين ابن آدم أي مسكين، ثيابه كفن ومركبه جنازة، ومنزله لحد وفراشه تراب، وولده یتیم. چه بیچاره است فرزند آدم، چه ناتوان است و عاجز است فرزند آدم. آخر لباس او کفن است. الان در پیش روی ما تابوت خانم با حسرت الان خواب است که جنازه او رو میخوانیم. لباس او آخر کفن است، مرکب سواری او آخر تابوت است، قرارگاه او لحد است و کرپه ملایم او خاک قبر است و فرزندکان زیبای او یتیم است و مال و ثروت او آخر تقسیم است. چه بے وفاست این دنیا.
فاعتبروا يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدایا دلهای ما را که مایل به ایمان، دلهای ما را که محبت قرآن و اسلام جای دادی، محبت عبادت خود در اونها پیدا کردی، خدایا دیگر هرگز از این راه ما را منحرف نگردان. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم إني أسألك وأنا العبد الذليل بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمين آمين يا رب العالمين.